هم میخوام انشالله در آستانه ولادت حضرت زهرا اهالی شهرستان شمیرانات آزادی زنان واجد شرایط رو انجام بدن. به همت همه عزیزان شهرستان شمیرانات ما اصالت داریم، 1000 سال قدمت داریم، هویت داریم، آداب و مرام مسلک و گفتار خودمون داریم. باید این شهرستان هویتش برگرده. یه همت کردن خیرین افراد از اقشار مختلف جامعه، همه اقشاری که هستن و بخشای رودبارستان و لواسانات هم هستن. ما در شمیرانات انشالله روز 14 آذر سینمای آستارا باز میشه. اونجا هر عزیزی که تونست، هر چقدری که تونست کمک میخوام بکنن این کار انجام بشه. همزمانش هم شهرستان کرج اومده با ما همکاری داره میکنه. 2 شهرستان میخوان زنان زندانی واجد شرایط انشالله آزاد بکنن به نیت درگذشتگان و بزرگترامون که این کارهای قشنگ رو انجام میدن. ما این امانت رو انشالله انجام بدیم، به نسل بعد برگردونیم. مشخصات زندانی و اینا اعلام میشه، همه چی اعلام میشه. این داره جرقش خورده میشه چون ایام فاطمی است. ما تو هیئتا جامعه ورزشکارا هستن، مسجدیا، هیئتا، علما هستن، کسبه هستن، تجار هستن، علمکشا هستن، همه این رفقایی که جامعه ستایشگران هستن، همه دارن اعلام آمادگی میکنن یه وحدتی بین شمرون و محله‌های قدیمش دوباره برقرار بشه و این کار انجام بشه به نیت اون بزرگترامون که این کارهای خوب انجام میدن. عذرخواهی میکنم مزاحم شدم. ان شاءالله هر عزیزی که میتونه اطلاعی ایناش مشخصه، شماره حسابش زیر نظر سازمان زندان هاست، پرونده ها خونده میشه. اونایی که واجد شرایط هستن به نیت حضرت زهرا ان شاءالله این خانم‌ها آزاد بشن، برن سر زندگی‌هاشون. هر چقدر اراده به آستان مقدس حضرت زهرا دارید و این کار خیر رو ان شاءالله ما قدم بردارین، یک صلوات محمدی بفرستید.